از همه خیلی که گفتیم علم آورش همین دو تاجیک، دو آدمی که خودش مسلمان میگه به عیدی غیر اسلامی همدیگرش تبریک میکنه. همین باید از بین برآورده شود. این بسیار مسئله وزنین است و این مسئله ها سبوکی کرده نمیشه. مردم اصلا یک سخنی که میگویید یا رفتاری که میکنید اصلا باید دانید که برای چی این کارو میکنید. یعنی که اگر گفتن بیاید داملا، من شما حاضر گفتید ما گفتیم اینا، اما همگان شاید از آغاز ما گوش نکردن یا اینکه فراموش کردن آن چیزی که شما گفتید. بیاید الان ما یک طرف میمانیم حاضر داملا. چی ضرر دارد به این دو نفری که همدیگر تبریک میکنند با عید سال نو؟ فقط کوتاه کرده بیاید. آخر سبحان الله علما در کتاب ها میگن که اگر رفت و از کفر همین آدم سلامت ماند، لیکن با اتفاق علما به گناه کبیره به غضب الله تعالی دچار کرد خود را و این کاری که کرد. چون که اصلا ما وظیفه دار هستیم که طبق فرموده های قرآن و سنت، طبق فرموده های الله تعالی و رسولش عمل کنیم. این جشن های دروغ است، جشن های شرکی هست. عیسی پسر الله، یعنی گویا که پسر الله تولد شد و برای این میلاد اونا جشن دارن. روزش هم دروغ است، این عقیده هم عقیده باطل است، با این جشنش باطل است و جشنش پر از گناه است. تمام انواع گناه، فسق و فجور در این عیدها دیده میشه.